این ویدیو قرار 5 تا تکنولوژی عجیب رو ببینیم که آینده زندگی ما رو زیر و رو میکنن. یکیشون مثل یه مغز باهوش برات تصمیم میگیره، یکی دیگه دنیایی میسازه که میتونی توش غرق بشی و یکی مرز بین واقعیت و مجازی رو پاک میکنه. یکی دیگه شون کارایی انجام میده که هیچ وقت فکرش هم نمیکردی و دیگری همه چی اطرافت رو به هم وصل میکنه تا زندگی آسان‌تر بشه. به نظر این 5 تا تکنولوژی چه چیزایی میتونن باشن؟ توی کامنت ها حدست رو بنویس. اگه میخوای با این دنیای جذاب آشنا بشی با ما همراه باش. شماره 1 هوش مصنوعی. هوش مصنوعی دیگه فقط مال فیلم‌های علمی تخیلی نیست. الان توی زندگی روزمره‌مون حسابی جا باز کرده. از گوشیامون که صدامون رو میفهمن تا نقشه‌هایی که بهترین مسیر رو نشون میدن یا حتی شبکه‌های اجتماعی که دقیقاً همون چیز رو میارن جلو چشممون که دوست داریم، همش کار هوش مصنوعیه. تازه این فقط شروعشه. توی پزشکی کمک میکنه بیماری‌ها زودتر تشخیص داده بشن، توی کار و بیزنس باعث میشه تصمیم‌های دقیق‌تری گرفته بشه و حتی تو خونه وسایلی مثل اسپیکر هوشمند یا لوازم خونگی متصل زندگیمون رو راحت‌تر کردن. خلاصه هوش مصنوعی داره همه چی رو سریع‌تر، راحت‌تر و هوشمندانه‌تر میکنه و میشه گفت آینده تکنولوژی بدون اون معنی نداره. شماره 2 متاورس. متاورس فقط یک بازی یا دنیای مجازی نیست، بلکه آینده‌ایه که قراره دنیای واقعی و دیجیتال رو به هم وصل کنه. تصور کن بتونی از توی خونت توی یه جلسه کاری سه‌بعدی شرکت کنی یا به کنسرت خواننده محبوبت بری بدون اینکه حتی از شهر بیرون بری. متاورس تجربه خرید رو هم تغییر میده. میتونی قبل از خرید لباس اون رو روی آواتارت امتحان کنی یا حتی توی یک فروشگاه مجازی قدم بزنی. توی آموزش هم فوق‌العاده عمل میکنه. دانش آموزا و دانشجوها میتونن به صورت سه‌بعدی و تعاملی درس بخونن و تجربه واقعی تر داشته باشن. این فناوری قرار ارتباطات، کار، سرگرمی و حتی آموزش رو متحول کنه. به زبان ساده، متاورس پلیه بین دنیای واقعی و دیجیتال که آینده زندگی ما رو شکل میده. شماره 3 واقعیت افزوده. واقعیت افزوده یا AR تکنولوژیه که دنیای دیجیتال رو با دنیای واقعی ترکیب میکنه. تصور کن گوشی یا عینک هوشمندت بتونه اطلاعات مفید رو روی اشیاء واقعی نمایش بده یا محیط اطرافت رو جذاب‌تر کنه. تو زندگی روزمره AR تو خرید هم کاربرد داره. میتونی قبل از خرید یک مبل اون رو تو خونه خودت ببینی یا قبل از خرید لباس امتحانش رو روی آواتارت انجام بدی. توی بازی و سرگرمی هم فوق‌العاده است. تجربه بازی‌ها یا محتواها واقعی‌تر و جذاب‌تر میشه. در آموزش هم AR میتونه دانشجوها رو در محیطی تعاملی و شبیه سازی شده غرق کنه و یادگیری رو هیجان انگیزتر کنه. خلاصه واقعیت افزوده داره زندگی ما رو هوشمندتر، جذابتر و راحتتر میکنه و مسیر پیشرفت تکنولوژی رو سریعتر میکنه. شماره 4 روباتیک. ربات‌ها دیگه فقط توی فیلم‌های علمی تخیلی نیستن، بلکه دارن وارد زندگی واقعی ما میشن. از ربات‌های کمکی تو خونه و آشپزخونه گرفته تا ربات‌هایی که تو کارخونه‌ها و بیمارستان‌ها کار میکنن. همه دارن کارها رو راحت‌تر و سریعتر میکنن. توی زندگی روزمره ربات‌ها میتونن کمک کنن کارهای تکراری یا سنگین رو انجام بدیم و زمان بیشتری برای کارهای خلاقانه یا تفریح داشته باشیم. توی پزشکی ربات‌ها جراحی‌ها رو دقیق‌تر و کم خطرتر میکنن. حتی توی آموزش و سرگرمی هم حضور دارن و تجربه‌های جذاب ایجاد میکنن. روباتیک داره سبک زندگی ما رو تغییر میده، زندگیمون رو راحت‌تر میکنه و مسیر پیشرفت تکنولوژی رو سریع‌تر جلو میبره. خلاصه آینده‌ای که انسان و ربات‌ها کنار هم کار و زندگی میکنن دیگه دور از دسترس نیست. و شماره 5 اینترنت اشیا.
اینترنت اشیا یا اینترنت آف things فناوریه که دستگاه‌ها و وسایل روزمره ما رو به هم متصل میکنه و باعث میشه زندگی راحت‌تر و هوشمندتر بشه. تصور کن یخچال، چراغ‌ها، ترموستات و حتی ماشینت همگی با هم در ارتباط باشن و اطلاعات مهم رو با هم به اشتراک بذارن. توی زندگی روزمره IoT بهت کمک میکنه تا انرژی مصرفی خونت رو مدیریت کنی، امنیت خونت رو بالا ببری و حتی وسایلت رو از راه دور کنترل کنی. توی کار و بیزنس هم IoT باعث میشه شرکت‌ها داده ها رو سریعتر تحلیل کنن و تصمیم‌های هوشمندانه تری بگیرن. خلاصه اینترنت اشیا داره زندگی ما رو راحت‌تر، هوشمندتر و متصل‌تر میکنه و مسیر پیشرفت تکنولوژی رو سریعتر جلو میبره. آینده‌ای که همه چیز به هم متصل باشه دیگه دور از دسترس نیست.